روزی روزگاری در دهکده‌ای کنار دریا ماهیگیری به نام حسن زندگی می‌کرد که همیشه دنبال راحتی بود و از کار زیاد خوشش نمی‌آمد. حسن به جای اینکه صبح زود همراه دیگر ماهیگیران به دریا برود و تلاش کند تا ظهر می‌خوابید و تنها زمانی که خورشید به وسط آسمان می‌رسید تورش را به آب می‌انداخت. روزی از روزها یکی از ماهیگیران با تجربه به او گفت: حسن جان، اگر به موقع به دریا نروی، ماهی‌های تازه را از دست می‌دهی. اما حسن بی‌اعتنا گفت: همین ماهی‌های باقی مانده هم برای من کافی است. زمان گذشت و ماهی‌هایی که حسن صید می‌کرد همیشه کوچکتر یا کهنه بودند. او مجبور می‌شد آنها را برای مدت طولانی نمک‌سود کند، چون نمی‌توانست ماهی‌های تازه‌ای به دست آورد. کم کم مردم دیگر از حسن ماهی نمی‌خریدند، چون بوی ماهی‌های شور و کهنه‌اش همه جا را پر می‌کرد. حسن تازه فهمید که تلاش نکردن او باعث این وضع شده، اما دیگر خیلی دیر شده بود. از آن زمان مردم دهکده وقتی کسی از زیر کار در می‌رفت و نتیجه خوبی نمی‌گرفت، می‌گفتند: ماهیگیر تنبل، ماهی شور می‌خورد.